امروز قراره وارد دنیای رنگارنگ روانشناسی رنگ‌ها بشیم. اول از همه رنگ مورد علاقت چیه؟ حتما این سوال رو از دوران بچگی زیاد شنیدید، درسته؟ ذهن هر انسان منحصر به فرده، برای همین نمیشه یه قانون کلی برای همه گذاشت. ولی جالبه که بدونی انتخاب رنگ مورد علاقت میتونه چیزهایی در مورد شخصیتت بگه. بیاید ببینیم هر رنگ در مورد تو چی میگه. 1. مشکی. مشکی رنگ جدی و پرقدرتی محسوب میشه. کسانی که رنگ مورد علاقهشون مشکیه معمولا به دنبال کنترل و قدرت هستن. طبق تحقیقی که در سال 2018 انجام شد، این افراد جدی و حتی کمی ترسناک به نظر میان. تو ترجیح میدی دیگران به درون توجه کنن، نه ظاهر و بیرونه. لباس مشکی نشونه استقلال و رازآلود بودنه. مطالعه‌ای در سال 2020 نشون داده که عاشقان رنگ مشکی معمولا درونگرا هستن و احساساتشون رو فقط با نزدیکترین آدم‌هاشون در میون میذارن. سفید. سفید نشونه پاکی، تولد و معصومیته. مطالعه‌ای در سال 2018 نشون داده کسانی که سفید رو دوست دارن افرادی منظم، مستقل و آدم‌های منطقی هستند. تو خوشبین و مثبت اندیش هستی و همیشه دنبال آرامش میگردی. اما ممکنه گاهی اوقات خشک و قضاوتگر به نظر بیای و همین موضوع باعث بشه که محبوبیتت بین دوستانت کمتر شه. قرمز. قرمز نماد هیجان، میل و انرژی بالاست. اگر رنگ مورد علاقت قرمزه، احتمالاً برونگرا، ماجراجو و پرشور هستی. دوست داری دیده بشی و احساساتت رو واضح بروز میدی، چه خوب باشن چه بد. شعار زندگیت هم اینه: کم حرف بزن و بیشتر عمل کن. به صورت طبیعی رهبری و دیگران راحت بهت احترام میذارن. آبی. آبی رنگ آرامش و صلح درونیه و یکی از محبوب ترین رنگ های دنیاست. طرفداران آبی آدم‌های قابل اعتماد، آرام و وفادار هستند. تو در شرایط سخت هم خونسرد میمونی و دنبال حقیقت و آرامش درونی هستی. طبق مطالعات از کمک به دیگران لذت میبری، اما اگر فشار یا انتظارات زیاد بشه ممکنه رفتارهای خود تخریبی پیدا کنی. سبز. اگر سبز رنگ مورد علاقت باشه احتمالاً در مدیریت زمان عالی هستی. تو انسانی هستی کنجکاو، اهل یادگیری و با ذهنی باز. اگر به چیزی باور پیدا کنی خیلی محکم پای اون چیز می‌ایستی تا بهش برسی. سبز نماد طبیعته. خوششانسی و رشد هم از نشونه‌های دیگه‌اش محسوب میشه. اما در عین حال میتونه یک نشونه بد هم باشه. نشونه حسادت یا حرص و طمع. کسانی که سبز رو دوست دارن معمولاً به وجهه اجتماعی و دید دیگران در مورد خودشون اهمیت خیلی زیادی میدن. زرد. زرد یادآور آفتاب، خنده و شادیه. عاشقان رنگ زرد آدم‌های خوشبین و پر انرژی هستن. تو فردی اجتماعی و مثبت اندیشی، ولی گاهی این خوشبینی زیاد باعث ساده انگاری میشه. به ندرت ناراحتی، ولی وقتی که ناراحت میشی اون حس تا مدت‌ها باهات میمونه. تحقیقات نشون داده افراد زردوست خودجوش و اهل عمل هستن. 7. نارنجی. اگر آدمی هستی که همیشه در حال کار کردنه یا جنب و جوش زیاده یا تولید انرژی میکنی، احتمالا نارنجی رنگ مورد علاقته. این رنگ نشونه گرما، شور زندگی و اشتیاق زیاده. تو عاشق معاشرت کردن و پذیرفته شدن خودت در جمعی از آدم‌هایی. مثل زرد خوشبینی و بخش جدایی ناپذیر از شخصیتت همین مثبت نگریته. اما دیدت به زندگی اغلب سیاه و سفیده، یعنی یا با تمام وجودت یک کاری رو انجام میدی یا اصلا سمتش نمیری. 8. بنفش. بنفش رنگ قدرت، شکوه و معنویته و در گذشته فقط پادشاهان میتونستن لباس بنفش بپوشن. برای همین هنوزم که هنوزه نماد نجابت و عزت نفس خیلی بالاست. اگر بنفش رنگ محبوبته، خلاقی، انسان خاص پسندی هستی و همیشه دوست داشتی متفاوت باشی. آدم‌ها گاهی تو رو غیر قابل پیش بینی میدونن، گاهی هم بسیار مهربون و گاهی هم کاملا سرد. ترکیب جذبه و خونسردی در تو باعث میشه راحت‌تر به موفقیت دست پیدا کنی. 9. صورتی. صورتی نماد عشق، لطافت و بازیگوشیه. بر اساس پژوهشی که در سال 2020 انجام شد، کسانی که صورتی رو دوست داشتن احساساتشون رو راحت بیان می‌کردن و باور داشتن که باید بدون قید و شرط دوست داشته بشن. تو برای عشق، خانواده و مهربانی ارزش بسیار زیادی قائلی. احساساتی، قابل اعتماد و
و همیشه پناهی برای دیگران بودی و هستی. جالبه که بدونی بعضی از مؤسسات دیوارهاشون رو صورتی میکنن برای کاهش خشونت. 10. خاکستری. خاکستری نماد تعادل بین تاریکی و روشناییه. کسایی که این رنگ رو دوست دارن معمولا ترجیح میدن در مرکز توجه نباشن. تو فردی پخته، منطقی و بی‌طرفی و در تصمیم گیریات احساساتت رو دخالت نمیدی. سلیقت مدرن و شیکه و همیشه دنبال نظم و تعادل در زندگی خودت هستی. 11. قهوه‌ای. قهوه‌ای رنگ زمین، پایداری و رشده. نماد صداقت و مسئولیت پذیری و وفاداریه. اگر قهوه‌ای رو دوست داری، واقع‌گرا، صادق و قابل اتکایی. به خانواده و دوستانت اهمیت زیادی میدی و سادگی و کیفیت رو همیشه به تجمل ترجیح دادی. اگر از این ویدیو خوشت اومد، لایک کن و سابسکرایب رو فراموش نکن و این ویدیو رو برای کسی بفرست که اونم عاشق روانشناسی رنگ هاست تا ویدیوهای بعدی پر انرژی و رنگی بمونید.